تا سیف کالکولاتوری داریم با مشکل سوختن واشر ساسیلند، قاطی کردن آب روغن و حتی قفل شدن موتور. ببرم ورود آب به داخل روغن موتور و قفل شدن کامل موتور. ساسیلند رو بیاریم پایین ببینیم مشکل است. ساسیلند رو پیاده کردیم. دلیل قفل کردن موتور ببرم. سوپا توجه کنید. این دو تا سوپا حالا یه ذره بنزین ریختیم روش. این دو تا سوپا که دچار زنگ زدگی شده واشر ساسیلندم از این قسمت دچار سوختگی شده. این مدار آبه. مدار آب برای این سوراخ‌هاشون کور شده به خاطر استفاده نکردن از ضد یخ و وجود زنگ داخل موتور شدنی زیاد راه میده. از این قسمت آب نفوذ کرده به داخل سیلند و چون راه فراری نداشته شاتون قفل میکنه. بنابراین موتور رو که خاموش کنید دیگه موتور نمیچرخه که روشن بشه. از داخل سیلند قشنگ مشخصه سیلند شماره 4 آب از این قسمت کانال آب از این قسمت واشر دچار سوختگی شده و آب به داخل سیلند نفوذ کرده. اگه آب زیاد به داخل سیلند نفوذ کنه علاوه همین موتور ما همین سیلند آب نفوذ کرده به داخلش دیگه موتور نمیچرخه دچار قفلی میشه. چون این قسمت پر آب میشه آب راه فراری نداره. باید روش میتونیم مثلا شمع باز کنی آب تخلیه کنی ماشین رو روشن کنی. حالا این سیلند دیگه کار نمیکنه. آب میره داخل سیلند دچار شمع هم دچار سوختگی میشه. قشنگ از این زاویه مشخصه که آب به داخل سیلند شماره 4 نفوذ کرده. حالا این قسمت هایی هم که به اصطلاح آشغال یا سولفات میشه داخل موتور به خاطر کثیفی فیلتر هواست. گرد و غبار از طریق فیلتر هوا داخل میشه به این سولفاتات تبدیل میشه. خب واسه ساسیلند هم تهیه کردیم واسه موتور سیف دروپی داریم. واسه ساسیلندی که تهیه کردیم واسه این موتور واشر ساسیلند 2000 یا به اصطلاح بازاری واشر ساسیلند زغالی بهش میگن. این قسمت رو توجه کنید. این یک کانال آبه. این هم یک کانال آب در سیلند و ساسیلند هم دقیقا همین کانال آب رو داره. ما یک کانال آبی بین سیلند 2 و 3 و سیلند 4 و 5 اینجا میذاریم. حالا با وسیله دستساز یه شافت دنده دوقلوی داخل گیربکس سیف داریم با یه گایت سوپا که تیزش کردیم برای بریدن واشر. الان شد این دو تا کانال آب. موقع بستن ساسیلند هم بعضی از همکارا با گریس یا با چسب واشر ساسیلند میبندن، ولی بهترین راه برای بستن واشر زغالی بستن با رنگ همون اسپری رنگ بزنید. در باعث میشه یه لایه نازک از رنگ رو واشر ایجاد بشه. میشه یه جورایی گفت عایقه برای اینکه آب به خود
واشر برخورد مستقیم نداشته باشه. فقط یه نکته باید اینجا دقت کنید. پیچ سرسیلند رو حتما یه واشر کلوفت زیرش قرار بدید. واشری باشه که از دور پیچ نزنه بیرون. به همین طریق چون پیچ این خودروهای ژاپنی تویتا این قسمت به داخل رضاها برخورد میکنه، دچار شکستگی میشه. اطمینان کار یه واشر اینجا بذارید، هم خود پیچ تماس مستقیم رو سرسیلند نداره. Bitti. Alla sagay. Bitti. خب اینم در حال تنظیم سوپا، ولی با یه روش جدید روشنی. اگرم بخوای وقتی که موتور خاموشه تنظیم سوپا بگیریم، اگه فیلرگیری یا تنظیم سوپا میخوای انجام بدیم، ماشین رو روشن میکنیم، در دور حالت که کار کنه فیلرگیری رو انجام میدیم. با فیلر 20 سوپاپای هوا، با فیلر 300 هم سوپاپای دودو میگیریم. عادی استفاده کارو نتیجه کار اینجا ببینید. موتور صاف بدون لرزش.